الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عملهای صالح در دهه ذوالحجه. هر یک ما میدونیم که در این بهترین روزهای دنیا قرار داریم. حتی بهترین از روزهای رمضان می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند با روایت مسلم: روزی نیست که در آن روزها عمل صالح در نزد الله محبوب تر و دوست داشته تر از این روزها باشد، یعنی همین 10 روز ذوالحجه. صحابه ها گفتند: یا رسول الله، حتی جهاد در راه خداوند؟ گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم: حتی جهاد در راه خدا، مگر شخصی به مال و جانش برآمده و برنگشته باشد. این حدیث دلالت میکند که عمل صالح در این 10 ذوالحجه فضیلتی بسیار بزرگ دارد. من اینجا زیاده از 170 عملهای صالح را بیان خواهم کرد که اولی آن نماز فرضی می باشد. روزه نفلی، روزه عرفه، صدقه، تحلیل گفتن، تسبیح گفتن، تحمید الحمدلله گفتن، تکبیر الله اکبر گفتن لا حول ولا قوة الا بالله با همراه مؤذن از آن را تکرار کردن، استغفار، دعا، درود به پیامبر صلی الله علیه و سلم، تلاوت قرآن، تدبر نمودن معنای آن، حفظ کردن قرآن، مدارسه قرآن، خواندن تفسیر قرآن، تعلیم دادن و خصوصا سوره فاتحه برای کودکان، توبه کردن، نیکویی به پدر و مادر، صله رحم به رابطه با دوستان پدر و مادران، احترام مهمان، گسیل کردن مهمان تا دروازه خانه، حسن همسایگی، رواج دادن سلام، خوراک دادن، خوشگفتاری، قیام اللیل کردن، سنت های راتبه را خواندن، نماز چاش را خواندن، ذکر صبح و شام کردن، ذکر در حالت های گوناگون، به طهارت خوابیدن، غسل روز جمعه کردن، خوشبویی نمودن، زود به مسجد رفتن، نزدیک نشستن به امام، پر کردن جایهای خالی صف، پر نمودن صف، تبسم کردن، تحمل برداشت اذیت مسلمان و صبر نمودن بر اذیت آنان، معامله نیکی به مسلمانان، نرمی و آرامی، کشاده‌رویی، فرو بردن خشم، وفا کردن به وعده، نماز توبه، 2 رکعت نماز وضو، نصیحت، تعلیم دادن نادان، امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن، نصرت دادن مظلوم، فرو خوابیدن چشم، زیارت برادران در راه الله، اشتراک در جنازه ها، اظهار همدردی با هم مصیبت زده، عیادت بیماران، پذیرفتن دعوت، غمخواری به اندوهگین، انتظار نماز پس از نماز، اشتراک نمودن در حلقه های علمی در مسجدها، احترام نمودن دانشمندان، رد شبهه ها، پهن کردن سنت، تحفه کردن، احترام نمودن به بزرگسالان، ادا نمودن قرض دادن به محتاجان، مهلت دادن به مؤسر، یعنی کسی که دچار تنگ دستی شده باشد و از عهده ادای قرض خود نباشد یاردم کردن، ساقط یا کم کردن قرض، سعی و تلاش در پرداخت قرض ها، شفاعت نیک، دور کردن اذیت، تسامح کردن، پوشیدن عیب های مسلمانان، کفالت یتیم، سعی و تلاش در تأمین نیازهای بیوه‌زنان، بنا نمودن مسجدها، راهنمایی به عملهای نیک، چاپ نمودن کتابها، پهن کردن علم در شبکه ها، پند و اندرز و گوش کردن موعظه ها، تحفه نمودن گوسفند و غمبغلان تا آن را قربانی نمایند، ازدواج یا کمک به ازدواج، برقرار صلح و آشتی میان 2 قهر زده، همنشینی به نیکوکاران، وقف، حج مبرور، دوستی در راه الله، بخشیدن یکدیگر را، طعام دادن، مالیدن سر یتیم، همیشه با وضو بودن، تأمین نفقه های دختران و خواهران، نفقه بر همسر و فرزندان، پذیرفتن دعوت شوهر و اطاعت کردن او نسبت زن، خدمت نمودن زن در خانه خود، تازه کردن مسجدها، آب دادن، آب صدقه کردن و صاحب احسان و عنایت پاداش دادن و برای او دعا کردن،
اشک ریختن از ترس الله، درخواست شهادت از الله، جمع آوری بر خوراک، لباس سفید پوشیدن، نهال شنانیدن یا زراعت کشت کردن، ادا نمودن حاجت مسلمانان، استغفار برای مردان و زنان مؤمن، تأمین نیازهای جنسی همسر، رقیه خواندن، شستن و کفن کردن میت، زود افطار نمودن، به تأخیر انداختن سحری خوری، تبریک و تهنیت گفتن مسلمان بر نعمتی که به دست آورده است، نوشتن وصیت نامه، لباس دادن به مسلمانان، یعنی لباس هایی که استفاده نمیبره دادن، هنگام پوشیدن پای افسال پای راست را اول پوشیدن، نشستن نوشیدن، تلقین نمودن کلمه شهادت به کسی که در حال مرگ است، در آغاز هر کار بسم الله گفتن، سعی و کوشش کردن بر مسواک، برگرداندن قرض با بهترین وجه، نماز استخاره خواندن، سجده شکر کردن، بازگشت از قسم به خاطر مسئله شرعی و کفارت دادن، کمک نمودن خانواده در خانه، رفتن به مسجدها بر وقت، نماز به سوی ستره، زیبا کردن آواز در خواندن قرآن، اجازت پرسیدن پیش از داخل شدن به خانه مردم، باز داشتن خمیازه ها، یعنی دست را وقتی که خمیازه میکنه به دهان داشتن، فربه نمودن حیوان قربانی، بعد از نماز بامداد تا بلند شدن آفتاب نشستن در مصلی، فرستادن هدیه به مکه نسبت غیر حاجی، امر نمودن خانواده و فرزندان به نماز، 2 رکعت نماز گذاشتن هنگام وارد شدن به خانه، مالیدن روی با دست هنگام برخاستن از خواب برای نماز شب و خواندن آخر سوره آل عمران، وضوء کامل گرفتن، جواب گفتن عکس زننده، بعد از نماز وتر 3 مرتبه سبحان الملک القدوس گفتن، با طهارت خوابیدن، دور ساختن ترس و هراس از وحشت زده و هراسان، جای دادن مسافر، قیر زدن، سرپرستی و نیکی نمودن به خانواده‌ای که حج سفر کرده است یا خانواده‌ای که محبوسان دارند، تقسیم نمودن کتاب‌های قرآن در مسجدها و در دیگر مکانها، پهن کردن علم در برنامه‌ها، نماز عید خواندن، عاریت دادن لباس‌های خوب به نماز عید، تأسیس مؤسسه و سازمان خیریه‌ای ساختن، فارغ نمودن طالب علمان و تأمین نفقه آنان، دفاع از ناموس مسلمان، بسیار گوش کردن قرآن، نوازش کودکان، خاطررسان کردن به مراسم‌های خیر، نگاه داشتن و حفظ نمودن امانت و بازگرداندن آن، طبابت بیماران به خاطر ثواب، زیارت مریض را دیدن، نیکی به 4 پایان بر پرندگان. این بود از عملهای صالحی که ما میتوانیم در این دهه ذوالحجه به انجام رسانیم. از الله میپرسم که هر یک ما را توفیق دهد تا که در این دهه عملهای خوبی کرده باشیم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.